بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. به ملت عزیز ایران سلام عرض می کنم. این روزهای مربوط به بسیج است. من یکی دو نکته در مسئله بسیج، درباره بسیج میخواستم عرض بکنم. مایل بودم در جمع بسیجیان این رو بگم که متاسفانه توفیق پیدا نکردم و حالا اون رو با ملت عزیز ایران در میان میذارم. یکی دو مطلب هم درباره مسائل غرب آسیا و مسائل خودمون عرض خواهم کرد. نکته اولی که درباره بسیج میخوام مطرح کنم این است که چرا مسئولین کشور مقیدند که همه ساله این ایام رو به یاد بسیج باشند و بزرگداشت بسیج و تمجید از بسیج رو برنامه قرار بدن. علت چیست؟ جواب این سوال این است که بسیج باید در نسل‌های پی در پی جریان پیدا کنه و ادامه پیدا کنه. بسیج یک حرکت ارزشمند ملی است. انگیزه های بسیج هم انگیزه های خدایی است، هم انگیزه های وجدانی است، هم ناشی از غیرتمندی و اعتماد به نفس است. امروز به حمدالله بسیج با این خصوصیات در همه جای کشور پراکنده است و نسل چهارم بسیج که همین نوجوانان تازه به دوران رسیده هستند، اینا مشغول آماده شدن برای حرکت و تلاش و کار در مجموعه کارهای بسیجی هستند که حالا بعداً توضیح خواهم داد. این برای کشور ثروت بزرگی است. این رو نباید از دست داد. این ثروت بایستی نسل به نسل در کشور باقی بمانه. در همه جای دنیا، در همه کشورها اگر چنین چیزی وجود داشته باشه برای اونها ارزشمند و بسیار مهم و مفید و لازمه. به خصوص در کشوری مثل کشور ما که علنا در مقابل قلدرهای زورگوی جهانی و در واقع چاقوکش‌های بین المللی سینه سپر کرده و ایستاده و جبهه‌ای به عنوان جبهه مقاومت پدید آورده. کشوری مثل کشور ما با این خصوصیات به بسیج نیازش از همه کشورها بیشتره. دشمنی ها زیاده، طمع ورزی ها زیاده، دخالت های قدرت ها در کشورها زیاده و یک عنصر مقاومت در مقابل همه این ظلم ها و زیاده روی ها و زیاده خواهی ها باید وجود داشته باشه در دنیا. امروز این عنصر مقاومت که در ایران پایه‌گذاری شده و رویده گسترش پیدا کرده، رشد پیدا کرده و وجود داره و شما میبینید که امروز در خیابان‌های کشورهای غربی، کشورهای اروپا و حتی خود آمریکا به نفع مقاومت شعار میدن
به نفع مقاومت غزه و مقاومت فلسطین شعار میدن. یعنی این رویش عظیم و ارزشمند که از ایران آغاز شد، این امروز به تدریج در بخش عظیمی از دنیا گسترش پیدا کرده. این لازمه، این باید وجود داشته باشه. این جریان مبارک، این جریان بسیط، جریان مبارک، جریان مقاومت در زادگاه خود که ایران اسلامی است باید بمانه. بایستی نسل به نسل، دست به دست بگرده و پیش بره و روز به روز هم انشاءالله قویتر و کاملتر بشه. بنابراین هر سال ما باید بیش از سال قبل از بسیج تمجید کنیم، تقدیس کنیم و در بین جوانان کشورمون، جوانان آماده به کار کشور، اون رو ترویج کنیم. با زنده بودن بسیج مقاومت زنده میمانه. اگر بسیج سرحال باشه، با نشاط باشه، زنده باشه، اون پدیده مقاومت در مقابل زورگویان عالم، در مقابل ستمگران عالم، این پدیده زنده خواهد موند و رشد خواهد کرد و مستضعفان عالم احساس پشتگرمی خواهند کرد. احساس میکنن نیروی وجود داره که از اونها حمایت کنه، از اونها دفاع کنه، به نفع اونها حرف بزنه و سخن اونها رو به دنیا برسونه. این نکته اول. نکته دوم درباره شناسه بسیج است. بسیج یعنی چه؟ بسیج چیست؟ این خیلی چیز مهمی است. یک چهره رسمی و سازمانی بسیج دارد که بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این چهره با صلابتی است، چهره خدومی است. اونجایی که در مقابل دشمن قرار میگیره دشمن شکنه به معنای واقعی کلمه و قوی است. اونجایی که در مقابل مردم قرار میگیره خدومه، در زلزله ها، در سیل ها، در حوادث طبیعی، در مسائل گوناگون شما بسیج رو در خدمت مردم مشاهده میکنید. این اون چهره رسمی بسیج است که جزئی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، یه نیرویی است. لکن عقبه این چهره رسمی و آشکار یک صحنه بسیار وسیع و قابل شمارش وجود داره که اون خیلی مهمه برای کشور. هر شخصی، هر مجموعه غیور و آماده به کار و پر انگیزه ای که در کشور وجود داشته باشد جزو اون مجموعه بسیجی است که عقبه این چهره آشکار بسیجه، چهره سازمانی. در عرصه های گوناگون کسانی که در عرصه های گوناگون فعالند، پرتلاشند، پر انگیزه هستند، در علم، در صنعت، در اقتصاد، در دانشگاه، در حوزه، در محیط کسب و کار، در محیط تولید، در همه جا، همه کسانی که با انگیزه، با ایمان، با همت، با امید مشغول کار هستند، این در واقع اجزای این بسیج بزرگ و وسیعی هستند که سرتاسر کشور به حمدالله متنعم به وجود اونهاست. این میتوانه چنین مجموعه‌ای که امروز به حمدالله وجود داره و باید ادامه پیدا کنه، میتوانه در مقابل نقشه دشمن بایسته، با کار جهادی خود نقشه دشمن رو خنثی کنه، چه در زمینه مسائل نظامی،
چه در زمینه مسائل اقتصادی، چه در زمینه تولید، چه در زمینه تولید علم، چه در زمینه پیشرفت‌های فناوری و امثال اینها. دانشمندانی که در این جنگ 12 روزه به شهادت رسیدن، اینا همه بسیجی بودن. اینا در واقع کار بسیج رو میکردن، رسما عضو سازمان بسیج نبودن، اما واقعا جزو بسیج بودن و اونها رو باید یک بسیجی خالص و ارزشمند دانست. سازندگان ابزارهای نظامی بسیجی هستند. اون که موشک رو یا دیگر ابزارهای نظامی رو طراحی میکنه، اونی که میسازه، اونی که پرتاب میکنه، اونی که 10 خدمات پیرامونی اونها رو انجام میده، همه اینها بسیجی هستند. با اینکه عضو سازمان بسیج هم نیستن، اما به معنای واقعی کلمه بسیجی هستند. اون کسی که صاحب منطق محکم و بیان رسا و زبان گویاست و در مقابل شبهه‌های دشمن، شبه پراکنی ها، وسوسه ها میسته و حرف میزنه و تبیین میکنه مسائل رو، اون بسیجی است. اون پزشک یا پرستار فداکاری که در ایام جنگ بیمارستان رو رها نمیکنه و به مجروحان رسیدگی میکنه، یک بسیجی است. اون قهرمان ورزشی که در میدانهای بین المللی در مقابل چشم میلیون ها انسان به خدای خود، به دین خود، به ملت خود، به کشور خود ابراز ارادت میکنه، این یک بسیج است. این در واقع بسیجی به معنای وسیع کلمه شامل همه اینها هستند. بسیج همگانی که امام در پی اون بود، یک چنین بسیجی است که وجود داره و امام افتخار میکرد که خودش بسیجی است. این بسیج متعلق به قشر خاصی نبود و نیست و همه اقوام، همه اشخاص گوناگون، همه اصناف، همه قشرهای کشور جزو این بسیجن. نتیجه ای که از این بیان میگیرم من اینه که برای افزایش قدرت ملی باید بسیج رو قدر دانست، باید بسیج رو تقویت کرد، باید بسیج رو به نسل‌های بعدی منتقل کرد که همه بتوانن از برکات بسیج استفاده کنن. و من توصیم همیشه به دستگاه‌های دولتی این بوده که بسیجی عمل کنند، بسیجی کار وظایفشون رو انجام بدن، به معنای واقعی کلمه بایستی بسیجی عمل بکنن، یعنی عمل با ایمان، با انگیزه، با همت و با غیرت. این راجع به مسائل مربوط به بسیج. اما مسائل منطقه که شما هر روز اخبار اونها رو، بخشی از اخبار اونها رو در تلویزیون ها میشنوید و میبینید، 2-3 نکته درباره این مسائل عرض بکنم. نکته اول این است که ما در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست ها رو شکست داد، بدون تردید. آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه. بله، شرارت کردن، یعنی اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن. بنا به قولی رژیم صهیونی 20 سال برای این جنگ برنامه ریزی و آماده سازی کرده بود. بعضی اینجور نقل کردن 20 سال برنامه ریزی برای اینکه یک جنگی در ایران رخ بده و مردم تحریک بشن و با اونها همراهی کنن، با نظام بجنگن. برای این برنامه ریزی شده بود
دست خالی برگشتن، قضیه به عکس شد و ناکام شدن و حتی کسانی که با نظام زاویه هم داشتن در کنار نظام قرار گرفتن. یک اتحاد عمومی در کشور به وجود آمد که باید این رو قدر دانست و نگه داشت. بله ما خسارت هایی دیدیم، جانهای عزیزی از دست ما رفتند، این تردیدی در این نیست. خب این طبیعت جنگه، و یقتلون و یقتلون در آیه شریفه قرآن، در طبیعت جنگ همین هست. لکن جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرت میتواند تصمیم بگیره، میتواند قدرتمندانه بایسته و از هایوهوی این و اون واهمه نکنه. خسارت‌های مادی که بر دشمن وارد شد بسیار بیشتر بود از خسارت‌های مادی که بر کشور ما وارد شد. ما هم البته خسارت دیدیم، اما او که حمله رو او شروع کرد و او بیشتر خسارت دید از ما. این مطلب اول. مطلب دوم این که در این جنگ 12 روزه آمریکا به شدت ضرر کرد. آخرین تسلیحات و پیشرفته ترین تسلیحات رو در آفند و پدافند به کار برد. از زیردریایی هاش استفاده کرد، از هواپیماهای جنگندش استفاده کرد، از پیشرفته ترین پدافندش استفاده کرد، اما نتوانست به اون چی که میخواهد به او برسه. او میخواست ملت ایران رو فریب بده، ملت ایران رو به دنبال خودش بکشه. قضیه به عکس شد. همونطور که گفتم ملت ایران اتحادشون در مقابل آمریکا بیشتر شد و توانستن به معنای واقعی کلمه طرف رو ناکام کنند. این فاجعه غزه که امروز یکی از مهمترین فجایع تاریخ منطقه ماست، در این فاجعه رژیم صهیونی به شدت بی‌آبرو و بدنام شد و آمریکا هم در این بدنامی و بی‌آبرویی در کنار اون رژیم غاصب و ظالم قرار گرفت. او هم بی‌آبرو شد، او هم به شدت لطمه دید. اگر چنانچه آمریکا نبود، مردم دنیا میدونن که اگر آمریکا نبود رژیم صهیونیستی قادر به این همه فاجعه آفرینی نبود. امروز منفورترین انسانهای دنیا رئیس دولت صهیونی است. این منفورترین انسان دنیا امروز اونه و منفورترین سازمان و باند حاکم در دنیا رژیم صهیونی است و آمریکا هم در این جهت در کنار اوست و از منفوریت او با آمریکا هم حتما سرایت کرده. دخالت‌های آمریکا در نقاط مختلف عالم، این هم یکی از عواملی است که روز به روز آمریکا رو بیشتر در دنیا منزوی میکنه و ولو حالا رؤسای بعضی از کشورها تملق او رو بگن، اما در میان ملت‌ها روز به روز آمریکا رو منفورتر میکنه. هر جا که دخالت کرده یا جنگ افروزی است یا نسل کشی است یا ویرانی و آوارگی است، اینها نتایج ورود آمریکاست. جنگ پرخسارت اوکراین رو آمریکا به راه انداخت و به نتیجه هم نرسید. بعد از میگفت این رئیس کنونی آمریکا میگفتش که 3 روزه حل خواهد کرد قضیه رو. الان حدود 1 سال بعد از 1 سال یک طرح 28 ماده‌ای رو داره به زور تحمیل میکنه بر اون کشوری که خودش اون رو وارد جنگ کرده و
حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز به سوریه، جنایاتش در کرانه و غزه هم که همه دنیا شاهد وضع غزه هستن، همه اینها با پشتگرمی آمریکاست و آمریکا در این زمینه به معنای واقعی کلمه ضرر کرد و منفور واقع شد. حالا البته شایعاتی درست میکنن که ایران، دولت ایران به واسطه فلان کشور پیغام فرستاده به آمریکا. دروغ محض که چنین چیزی حتما وجود نداشت و آمریکایی ها به دوستان خودشون هم خیانت میکنن، یعنی کسانی که دوستان اونها هستن به اونها هم خیانت میکنن. از باند جنایتکار صهیونی حاکم بر فلسطین حمایت میکنن. به خاطر نفت و معادن زیرزمینی حاضرن در هر جای دنیا جنگ افروزی کنن که امروز به آمریکای لاتین هم این جنگ افروزی رسیده و این یه چنین دولتی در قرآن نیست که کسی دولتی مثل جمهوری اسلامی به دنبال ارتباط با او و همکاری با او باشه به طور قطع. و اما چند جمله هم برمان نصیحت عرض بکنم به فرزندان خودم، به ملت عزیز ایران. در برابر دشمن همه با هم باشید. اختلافاتی وجود داره در بین اقشار مختلف یا جناح‌های سیاسی مختلف، اختلافاتی هست باشه، لکن در مقابل دشمن مثل دوران جنگ 12 روزه همه در کنار هم قرار بگیریم. این یک عامل بسیار مهم برای اقتدار ملی کشور عزیزمون هست. توصیه بعدی از رئیس جمهور محترم و دولت خدمتگزار حمایت کنیم. کارهای خوبی رو شروع کردن. بعضی از کارهای شهید رئیسی رو که شروع کرده بود و نیمه کار مونده بود ادامه دادن. انشاءالله نتایج این کارها رو مردم بعدها خواهند دید و این کارها داره انجام میگیره. بایستی از دولت حمایت کرد. دولت بار سنگینی بر دوش داره. اداره کشور کار آسانی نیست، کار سختی است و این بر عهده دولته. توصیه بعدی از اسراف اجتناب کنیم. هممون اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه. از اسراف باید پرهیز کرد که یکی از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این هاست و اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، این نیازهای ضروری زندگی نباشه، بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر از این خواهد بود. و آخرین توصیه من ارتباط با خدا رو بیشتر کنید. برای باران، برای امنیت، برای عافیت، برای همه چیز از خدای متعال کمک بخواهید. با خدا حرف بزنید، از خدا بخواهید، متضرعانه به درگاه خدا برید. انشاءالله خدای متعال اسباب اصلاح همه امور رو فراهم خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.